اگه خاکت شوره کود مرغ نده، به جاش این ستایی که میگم استفاده کن: هیومیک گرانول، گوگرد و فولویک اسید. مافیای سم و کود دلش نمیخواد شما این ستا رو خوب بشناسین. گوگرد عنصر با ارزشیه که وقتی وارد خاک میشه باعث تبدیل یونها و افزایش توانایی تغذیه ریشه ها در داخل خاک میشه. فولویک ماده عالی با ارزشیه که برخلاف هیومیک اسید ریز مولکوله و توسط ریشه ها خیلی راحت جذب میشه و مواد غذایی رو در خاکای شور همراه با خودش میبره داخل گیاه. هیومیک چیه؟ ماده عالی با ارزشیه که توی سانتیمتری سطح خاک قرار گرفته. این ماده عالی رو الان از معادن استخراج میکنن، اما کیفیتش خیلی مهمه. کار هیومیک چیه؟ نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروبی خاک و از همه مهمتر تغذیه ریشه ها. دقت کن هیومیک اسید ریشه‌زا نیست. حالا تو هر 1000 متر از هر کدوم از اینا واسه چقدر استفاده کنیم؟ هیومیک گرانول 100 کیلوگرم، گوگرد گرانول 100 کیلوگرم و اسید فولویک هم 1 کیلوگرم بعد استفاده کنیم. البته که اصلاح خاک کار آسونی نیست، ولی با این ترکیبات نتیجه بهتری میگیری.